بسم الله الرحمن الرحیم. در شرح بدایت الحکمه هستیم، درس 17. در جلسه گذشته رسیدیم به اول الفصل الرابع فی اصالة الوجود و اعتباریت الماهی. این سؤال از مهمترین مباحث فلسفه اسلامی است و میتوان گفت اساس حکمت متعالیه بر آن بنا شده. برای فهم بهتر باید سیر تاریخی این بحث رو مرور کنیم. در فلسفه یونان این مسئله به صورت اصالة الوجودی او الماهیه مطرح نشد، اما ریشه های اون وجود داشت. ارسطو از جوهر و عوارض اون سخن گفت و از موجود به ما هو موجود بحث کرد، ولی هنوز نزاع به شکل اینکه کدام یک اصیل است، وجود یا ماهیت، در اون زمان مطرح نشده بود. در فلسفه اسلامی آغازین یعنی فارابی و ابن سینا نخستین کسی بود که تمایز میان وجود و ماهیت رو به روشنی بیان کرد. ماهیت از آن جهت که ماهیت هست نه موجود است و نه معدوم. وجود در ذهن امری هست زائد بر ماهیت، اما در خارج از ذهن هرگز از آن جدا نیست. پس او صریحاً یا صراحتاً نگفت که اصیل وجود است یا ماهیت، ولی در حقیقت بذر این بحث رو کاشت و زمین رو برای طرح جدی‌تر آماده کرد. در حکمت اشراق شیخ شهاب الدین سهروردی بنیانگذار حکمت اشراق بود. او به صراحت گفت که وجود اعتباری ذهنی است و واقعیت‌های اصیل همان ماهیات و انوار می باشند. اینجا برای نخستین بار مسئله به وضوح با عنوان اصالة الماهیه مطرح شد. بعد از شیخ شهاب الدین سهروردی متفکران بزرگی همچون خواجه نصیر و علامه حلی به بحث پرداختند. هرچند کلامشان بیشتر متأثر از سخنان ابن سینا یا در نقد اشراقی ها بود، اما گاهی به سوی اصالة الوجود گرایش نشان دادند، بی آنکه آن را به صراحت یک نظریه مستقل اعلام کنند. این صدرالمتألهین شیرازی بود که نزاع را به روشنی صورت بندی کرد و آن را به نفع اصالة الوجود حل نمود. او گفت حقیقت عینی و اصیل همان وجود هست و ماهیت تنها حد ذهنی برای وجود می باشد. ملا صدرا این اصل را اساس کل حکمت متعالیه قرار داد و بر پایه اون مباحثی چون حرکت جوهری، تشکیک وجود و وحدت وجود رو بنیانگذاری کرد. سهروردی در حکمت الاشراق در قسمت المشاعر صفحه 19 این گونه بیان می کند: اعلم ان الوجود امر اعتباری ينتزع العاقل من الماهیت وليس له في الأعيان تحقق زائد عليها. بدان که وجود اعتباری ذهنی است که عقل از ماهیات انتزاع میکنه و در خارج تحقق مستقلی برای ماهیات نداره. یعنی به بیان ساده وقتی ما میگوییم انسان موجود است، واقعیت اصیل همان انسان به ما هو انسان یعنی ماهیت هست و وجود داشتن چیزی جز یک اعتبار ذهنی برای فهم تحقق آن ماهیت در خارج نیست. این همان اساس نظریه اصالت ماهیت هست. صدرالمتألهین در اسفار اربعه جزء 1 صفحه 45 این گونه بیان می کنند: ان حقیقت الوجودی اصیلة والماهیه انما هی اعتبار ذهنی و حد للوجود لا ان لها تحققا فی الاعیان. حقیقت وجود اصیل هست و ماهیت چیزی جز اعتبار ذهنی و حدی برای وجود نیست. ماهیت در خارج تحقق مستقلی نداره. یعنی وقتی میگوییم انسان موجود است، آنچه در خارج حقیقتا هست وجود هست و انسانیت یعنی ماهیت تنها نقشی ذهنی هست که ما برای تحدید و تمایز این وجود به کار میبریم. این در حقیقت اساس نظریه اصالة الوجود هست.
در نگاه سهروردی وجود سایه‌ای ذهنی است و اصل واقعیت همان ماهیات و انوار می باشند. در نگاه ملا صدرا وجود نور اصیل هستی است و ماهیت تنها همچون قالب مفهومی برای درک و تحدید اون هست. ابن سینا نخستین فیلسوف اسلامی هست که تمایز میان وجود و ماهیت رو به روشنی مطرح کرد، هرچند او هیچگاه اصطلاح اصالت الوجود یا اصالت الماهیت رو به کار نبرد، اما سخنانش بذر این نزاع بزرگ رو در حکمت اسلامی کاشت. از همین رو اشراقیون او رو به سوی اصالت الماهیت تفسیر کردن، یعنی کلمات اون رو، و ملا صدرا در حکمت متعالیه کلمات ابن سینا را زمین ساز اصالت الوجود دانست. در کتاب شفا الهیات مقاله اول ابن سینا در اونجا اینگونه بیان می کنند: الماهیه قد تعقل من حیث هی ولا یکون معها شیء من الوجود. ماهیت از آن حیث که ماهیت است در عقل قابل ادراک هست و هیچ گونه وجودی همراه آن نیست. در اینجا ابن سینا تصریح می کنند که ما می توانیم مفهوم انسان به ما هو انسان رو بفهمیم بی آنکه وجود اون رو در نظر بگیریم. این نشان میده که وجود و ماهیت دو اعتبار متمایزند، اما هنوز نگفته که کدام یک اصیل هست. در کتاب النجات فصل فی الماهیت والوجود در آنجا بیان می کنند ان الوجود عارض علی الماهیت فی العقل لا فی الاعیان. وجود در ذهن بر ماهیت عارض میشه، نه در خارج. پس ابن سینا میگویند ترکیب وجود با ماهیت یک امر ذهنی است. در خارج واقعیت بسیط هست و ما در ذهن خود اون رو به ماهیت و وجود تجزیه میکنیم. اشراقی ها این سخن رو دلیل گرفتن بر اینکه وجود چیزی جز اعتبار ذهنی نیست. اما ملا صدرا بیان نمود ابن سینا فقط میخواهد بگوید که ترکیب ماهیت به اضافه وجود یک ترکیب عقلی هست و حقیقت خارجی همان وجود است. در کتاب الاشارات و تنبیهات النمط الرابع در آنجا بیان می کنند الموجود انما یترکب فی العقل من امرین احدهما الماهیه والآخر الوجود. موجود در عقل از دو امر ترکیب میشه، یکی ماهیت و دیگری وجود. اینجا نیز تأکید دارند که ترکیب ماهیت و وجود یک ترکیب عقلی هست، نه عینی. بنابراین آنچه در خارج هست یک حقیقت بسیط هست که ما اون رو در ذهن به دو حیث تقسیم میکنیم. همین سخن مبنای اصلی ملا صدرا رو برای اصالت الوجود در واقع شکل داد. پس نتیجه میگیریم که ابن سینا هیچگاه تعبیر اصالت الوجود یا اصالت الماهیت رو به کار نبرد. او فقط گفت ماهیت از آن حیث که ماهیت است، نه موجود هست و نه معدوم، و وجود بر آن عارض میشه در ذهن. از این عبارت دو قرائت پدید آمد. اشراقی ها که شیخ سهروردی از بزرگترین اونها هست بیان نمود وجود صرفاً اعتبار ذهنی است، پس اصالت برای ماهیت هست. در حکمت متعالی ملا صدرا بیان نمود وجود حقیقت خارجی است و ماهیت فقط حدی ذهنی هست، پس اصالت برای وجود هست. بنابراین میتوان گفت ابن سینا زمین ساز نزاع بود، نه داخل در نزاع. ادله قائلین به اصالت الماهیت مثل سهروردی و اشراقیون آنها بیان نمودند ما در ذهن وقتی چیزی را میفهمیم اول به ماهیت اون توجه میکنیم، یعنی ماهیت انسانیت یا درخت یا کوه. پس گویا واقعیت همان ماهیات هستند. وجود یک امر بدیهی است که مفهوم اون فقط در ذهن به ماهیت اضافه میشه، یعنی مثل یک برچسب هست که نشان میدهد این ماهیت تحقق دارد. پس اصالت با ماهیت هست و وجود تنها اعتباری ذهنی هست. اشکال این دیدگاه چی هست؟ میگیم اگر وجود فقط اعتبار ذهنی باشه پس تحقق خارجی اشیاء چگونه تبیین میشه؟ چون ماهیت به خودی خود نه موجود هست و نه معدوم. اگر چیزی که تحقق میدهد یعنی وجود رو اعتباری بدانیم دیگر نمیتوانیم برای عالم خارج تفسیر واقعی پیدا کنیم.
حال ادله قائلین به اصالت الوجود مثل ملا صدرا چی هست؟ آنها گفتن ماهیت لا به شرط نه موجود هست و نه معدوم، پس آنچه در خارج تحقق پیدا میکنه نمیتونه ماهیت باشه. آثار خارجی یعنی سوزاندن آتش، حرکت انسان، نور خورشید از ناحیه وجود هست نه از ناحیه ماهیت. مثلا ماهیت نار یعنی آتش در ذهن نمی سوزاند، آنچه می سوزاند وجود خارجی آتش هست و بیان کردند که وجود مشترک معنوی و مشکک هست و این امر می تواند اختلاف مراتب عالم رو توضیح بده، یعنی بین خالق و عقل و نفس و جسم و غیره. اگر ماهیت اصیل باشه باید بپذیریم که ماهیات در خارج متکثر و متباینند بدون هیچ ارتباطی، اما ما میبینیم که هستی یک وحدت گسترده دارد و این وحدت رو تنها با اصالت وجود میتوان توجیه کرد. حال نقطه قوت این دیدگاه چی هست؟ میگیم با اصالت الوجود بسیاری از مسائل فلسفی و عرفانی حل میشن، یعنی وحدت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و ارتباط خالق و مخلوق. پس اگر بخواهیم تحقق عینی رو توضیح بدیم نمیتوانیم به ماهیت تکیه کنیم، چون ماهیت بدون وجود هیچ چیزی نیست. اگر وجود رو صرف اعتبار بدانیم عملاً جهان خارجی رو پوچ فرض کردیم. بنابراین از نظر عقلانی و برهانی دیدگاه اصالت الوجود استوارتر و تواناتر هست. در نتیجه حق با صدر المتعلهین و حکمت متعالی است. زیرا ماهیت تنها یک حد و رسم ذهنی است، وجود هست که منشأ آثار و تحقق در خارج هست. تمام تجربه ما از جهان گواه اصالت وجود هست نه ماهیت. حال وارد کتاب میشیم بعد از بیان این مقدمه طولانی که برای واضح شدن مطلب ضروری بود. میگیم ما در جهان خارج با اموری مواجه هستیم که منشأ آثار واقعی هستند. آتشی که میسوزاند، انسانی که میخندد، سنگی که وزن دارد. ذهن ما از هر یک از این امور واحد خارجی دو مفهوم انتزاع میکنه. یکی ماهیت یعنی پاسخ به سؤال ما هو که میگیم این چیست، انسان است، سنگ است، آتش است. دیگری مفهوم وجود یعنی تحقق و عینیت خارجی. این دو مفهوم هرچند در خارج بر یک واقعیت دلالت دارند ولی در ذهن دو مفهوم متمایزند. پرسش اساسی این هست کدام یک از این دو در خارج به ذات منشأ اثر است، وجود یا ماهیت؟ از همین جا معنای اصالت و اعتبار ماهیت و وجود مطرح میشه. حال معنای اصالت و اعتبار یعنی چی؟ میگیم اصیل یعنی چیزی که در خارج تحقق عینی دارد و آثار واقعی از او سرچشمه میگیرد. اعتباری یعنی چیزی که ذهن از واقعیت میگیرد ولی خودش منشأ اثر خارجی نیست. برای مثال وقتی میگوییم النار موجوده، ذهن دو مفهوم دارد، یکی نار که ماهیت هست و یکی موجودتون یعنی وجود. حال سوال این هست آیا سوزاندن و روشنایی ناشی از وجود هست یا ناشی از ماهیت که همون نار هست؟ در اینجا عقل 4 احتمال رو فرض میکنه. 1 هر دو یعنی وجود و ماهیت اصیل هستند. 2 هر دو یعنی وجود و ماهیت اعتباری هستند. 3 وجود اصیل هست و ماهیت اعتباری باشه. 4 ماهیت اصیل هست و وجود اعتباری هست. 2 احتمال اول باطل هست برای اینکه اصالت هر دو مستلزم دوگانگی در خارج هست. حال آنکه وجدان میگوید ما با یک واقعیت واحد سر و کار داریم. اعتبار هر دو مساوی هست با سفسطه و انکار واقعیت خارجی. پس نزاع اصلی در این هست که آیا اصالت برای وجود هست که این قول مشهور حکمت متعالیه و مشاییان هست،
یا اصالت برای ماهیت هست که همانگونه که این سخن رو به اشراقیان نسبت میدن. میگیم عوارض ماهیت و عوارض وجود چه هستن؟ میگیم ماهیت میتونه عوارضی داشته باشه که از مقولات دیگر هستن. مثلا خندیدن که از مقوله کیف هست برای انسان که جوهر است. ولی عوارض وجود مثل وحدت، تشخص، علیت همه عین واقعیت وجودند و چیزی جدای از آن نیستند. از اینجا روشن می شود که وجود چون ماهیت ندارد قابل تعریف به خاصه و عرض عام نیست. حال روش‌های فلسفی در این بحث چی هست؟ میگیم مشائیان یعنی ارسطو، فارابی، ابن سینا بر برهان و قیاس عقلی تکیه دارند. اشراقیان یعنی افلاطون و شیخ سهروردی بر تهذیب نفس و اشراق قلبی. حکمت متعالیه صدرالمتعلهین بر جمع میان عقل و اشراق. پس اهمیت این بحث اصلاً چی هست؟ بگیم این فصل کلید ورود به مباحث بعدی فلسفه هست. اگر ثابت بشه که وجود اصیل است، بسیاری از مسائل بعدی مانند تشکیک وجود، وحدت وجود، علیت، حرکت جوهری بر مبنای اون استوار میشه. ولی اگر کسی به اصالت ماهیت قائل بشه، به نتایج کاملا متفاوتی خواهد رسید. حال برهان اول بر اصالت وجود چی هست؟ گفتند استواء نسبت ماهیت به وجود و عدم. یکی از مهمترین ادله بر اینکه اصالت از آن وجود هست نه ماهیت، استواء نسبت ماهیت به وجود و عدم می باشد. مقدمش چی هست؟ میگیم ماهیت از آن جهت که ماهیت است نه موجود هست و نه معدوم، یعنی در ذات خود هیچ اقتضایی نسبت به وجود یا عدم نداره. اگر وجود داخل در مفهوم ماهیت بود، دیگر عدم بر آن محال میشد و حال آنکه ما میبینیم هر ماهیتی ممکن هست معدوم باشه، پس ماهیت لا به شرط از حیث وجود و عدم هست. به تعبیر دیگر ماهیت به خودی خود نسبتش به وجود و عدم متساوی است، نه اقتضای وجود میکنه و نه اقتضای عدم رو میکنه و این همان امکان ذاتی ماهیت هست. دوم، خروج ماهیت از حد استوا هست. حال سوال میکنیم چه عاملی هست که این ماهیت متساوی و نسبه رو از حالت تساوی خارج کرده و اون رو مستحق حمل وجود میگرداند. مثلا میگوییم الانسان موجودون. اگر بگوییم ذات ماهیت خودش این کار رو میکنه، این مستلزم انقلاب ذات هست، چون قرار بود ذات ماهیت نسبتش متساوی باشه و اکنون خودش باعث خروج از تساوی بشه و این محال هست. پس عامل دیگری باید این کار رو انجام بده. اون عامل چیست؟ یا خود وجود هست یا انتساب به علت باید داشته باشه. الانتساب الی العله یعنی چی؟ میگیم انتساب به علت یعنی اینکه ماهیت به خودی خود نه موجود هست و نه معدوم، نسبتش به هر دو طرف یکسان هست، اما وقتی این ماهیت به علت تامه نسبت پیدا میکنه، همین نسبت به علت باعث میشه که موجود بشه. به تعبیر دیگر وجود ماهیت چیزی جز ارتباط و وابستگیش به علت نیست. پس آنچه ماهیت رو از حالت تساوی بیرون می آورد و آن را ضروری الوجود می سازد، همین نسبت و اضافه وجودی به علت هست. مثال بگیم همانطور که دانه گیاه تا وقتی در انزوا هست میتونه هم بروید و هم نروید، ولی وقتی به خاک و آب و نور خورشید نسبت پیدا میکنه، یعنی علت تامش حاصل میشه، این نسبت خودش موجب روییدن و وجود یافتن گیاه میشه. حال مناقشه در انتساب به علت، میگیم گاهی گفته میشه خروج ماهیت از حد استوا به خاطر انتسابش به علت هست
یعنی وقتی به خداوند نسبت پیدا کرد موجود میشه. اما این سخن تمام نیست، زیرا اگر ماهیت قبل و بعد از انتصاب هیچ تفاوتی نداشته باشه، لازمش این هست که در هر دو حال متساوی و نسبت باشه، با اینکه در حالت بعد موجود شمرده میشه و این انقلاب محال هست. اگر تفاوتی پیدا کرده باشه، این تفاوت همان وجود است که به آن اضافه شده، نه صرف انتصاب. پس آنچه ماهیت رو از تساوی خارج میکنه حقیقت وجود هست، نه نسبت ذهنی به علت. پس نتیجه میگیریم چیزی که ماهیت رو از حالت تساوی بیرون می آورد و آن را مستحق حمل وجود می کند خود وجود است. بنابراین منشأ آثار حقیقی وجود است، نه ماهیت. و چون اصالت به معنای منشئیت اثر هست، نتیجه می گیریم که اصالت از آن وجود هست و ماهیت صرفاً اعتبار ذهنی می باشد. این در واقع برهان اول برای اصالت وجود. برهان دوم بر اصالت وجود این که ماهیت مسار کثرت به ذات هست. یکی دیگر از ادله بسیار مهم بر اصالت وجود این است که ماهیت به ذات منشأ کثرت و تمایز است و وحدت حقیقی تنها از ناحیه وجود حاصل می شود. اول اینکه ماهیت منشأ کثرت است. میگیم یعنی چه؟ میگیم ماهیت ها ذاتاً مختلف و متمایزند. ماهیت انسان غیر از ماهیت حجر هست. ماهیت شجر غیر از ماهیت درخت و فرس هست. این تمایز گاهی به تمام ذات هست، مثل انسان و فرس که در جنس و فصل هر دو تفاوت دارند، و گاهی به جزئی از ذات هست، مثل تمایز انواع که تحت یک جنس هستند. در هر حال ماهیت به ماهیه منشأ کثرت و تغایر است. دوم، شرط صحت حمل در قضایا چیست؟ میگیم برای آنکه حملی در قضایا صحیح باشه دو شرط ذکر میکنند. یکی وجود جهت مغایرت میان موضوع و محمول تا حمل تکرار نباشه، وجود جهت اتحاد میان آن دو تا حمل معنا داشته باشه. حال این مطلب رو توضیح میدیم. شرط اول یعنی وجود جهت مغایرت، یعنی اگر موضوع و محمول کاملا یکی باشند و هیچ تفاوتی نداشته باشند، آنگاه حمل کردن یکی بر دیگری فقط تکرار محسوب میشه، نه یک قضیه معنادار. مثلا اگر بگیم الانسان و انسانون، یعنی انسان انسان است، این فقط تکرار لفظی است، نه حمل منطقی. پس باید بین موضوع و محمول یک جهت اختلاف وجود داشته باشد تا حمل معنا پیدا کنه. پس وجود جهت مغایرت. شرط دوم وجود جهت اتحاد میان آن دو، یعنی از طرف دیگر اگر موضوع و محمول هیچ نقطه اشتراکی نداشته باشند باز هم حمل بی معنا میشه. مثلا اگر بگیم سنگ درخت است، این در واقع اشتباه است، چون هیچ اتحاد یا سنخیتی میان سنگ و درخت وجود نداره. بنابراین باید یک نوع ارتباط یا وحدت بین موضوع و محمول وجود داشته باشه تا حمل درست باشه. در نتیجه حمل درست زمانی هست که نه صرف تکرار باشه که نیازمند مغایرت هست و نه صرف بی ربطی و بیگانگی باشه که نیازمند اتحاد هست. پس همیشه در حمل منطقی باید هم اختلافی باشه و هم اشتراکی تا بتوان محمول رو بر موضوع حمل کرد. یعنی وقتی میگیم انسان حیوان است، جهت مغایرت حیوان اعم است از انسان، یعنی حیوان شامل انواع دیگری غیر از انسان هم هست. جهت اتحاد انسان در واقع یک نوع حیوان است، پس با حیوان بودن سنخیت دارد. به همین دلیل این قضیه هم تکرار صرف نیست و هم بی ربط نیست، پس حملش صحیح است. مثلا در زید انسان است، باید میان زید و انسان جهتی از اتحاد باشه، هر دو واقعا یک حقیقت دارن، و جهتی از تغایر
به اعتبار اینکه زید شخص خاص هست و انسان مفهوم نوعی هست. ضرورت حمل برای چیه؟ میگیم حمل در قضایا ضروری هست، یعنی ما در وجدان خود میابیم که حملهایی چون الانسان موجودون یا زید انسانون ضروری و بی اشکالن. در نتیجه اگر بگیم ماهیت اصیل هست چون ذاتاً منشأ کثرت است، دیگر جهتی برای اتحاد باقی نمیماند و حمل صحیح نمی شود. ولی از آنجا که حمل ضرورت دارد و در خارج به طور یقین رخ می دهد، پس باید منشأ حقیقی اتحاد امر دیگری باشد و آن وجود است. پس نتیجه این هست که ماهیت منشأ کثرت و تغایر است و وجود منشأ وحدت و اتحاد است و چون حمل بدون وحدت امکان پذیر نیست، ناچار اصالت برای وجود ثابت می شود. تأیید سبزواری بر این امر، سبزواری در منظومه اینگونه بیان می کنند: لو لم يؤصل وحدة ما حصلت اذ غیره مثار کثرت اتت. یعنی اگر وجود را اصیل ندانیم وحدتی تحقق نخواهد یافت، چون غیر وجود یعنی ماهیت فقط منشأ کثرت است. این هم برهان دوم بر اصالت وجود. برهان سوم بر اصالت وجود تغایر وجود ذهنی و وجود خارجی در آثار هست. اولا اتحاد ماهوی میان ذهن و خارج. میگیم آنچه در ذهن از اشیاء نقش میبندد به واسطه ماهیت با خارج ارتباط پیدا میکند. مثلا وقتی ما در ذهن خود آتش رو تصور میکنیم، این تصور ذهنی فقط در صورتی بر آتش خارجی منطبق است که از حیث ماهیت با آن متحد باشد. یعنی ماهیت آتش در ذهن همان ماهیت آتش در خارج هست. به این اتحاد در اصطلاح اتحاد ماهوی میگویند و بیان میکنند که ماهیت در هر دو حالت یعنی در ذهن و خارج محفوظ است. دوم تفاوت در وجود نه در ماهیت. میگیم اما روشن است که میان وجود ذهنی و وجود خارجی تفاوت آشکاری هست. آتش خارجی میسوزاند و حرارت میدهد، اما آتش ذهنی در ذهن نه حرارت دارد و نه میسوزاند. پس اختلاف این دو در ماهیت نیست، چون ماهیت در هر دو یکی هست که ماهیت آتش هست. پس اختلاف باید در وجود باشد. اگر فرض کنیم اختلاف در وجود نیست، لازمه اش آن است که ذهن ما هنگام تصور آتش همان آثار خارجی آتش که سوزاندن و حرارت هستند رو باید داشته باشه و حال آنکه چنین نیست. در نتیجه حال اگر ماهیت اصیل و منشأ آثار بود، باید هم در ذهن و هم در خارج آثار یکسان داشته باشه، زیرا در هر دو جا ماهیت واحد هست، ولی مشاهده می کنیم که آثار ذهنی و خارجی متفاوت است. پس ماهیت منشأ آثار نیست. منشأ حقیقی آثار همان وجود است. وجود خارجی منشأ آثار عینی مانند سوزاندن و حرارت است و وجود ذهنی منشأ آثار خاص ذهنی مانند تصور، حکم و استدلال هست. پس خلاصه این که ماهیت در ذهن و خارج یکی هست، آثارشان متفاوت هست، پس اختلاف از ناحیه وجود هست نه ماهیت. در نتیجه اصالت برای وجود هست و ماهیت امری اعتباری هست. در جلسه آینده از اول عبارت إنا لا نرتاب في أن هنالك أمورا واقعية بحث رو آغاز خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.